فرهنوز هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه دعوتی کریم‌روح 3 رقم 4 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه. همزمان اشتراکچی آزمون با نفوذ فروغ صبح دانایی کتاب است از روی مگنته خواندن و ازبر نمودن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک. تا این دم من زیاده از 100 غزل یا 120 رباعی 400 بیت داستان و دیگر نوع شعر را ازبر نمودم. کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهان متمدن، خاصه آینه حیات و کلید در گنج سخن. با چنین مضمون شاعر بزرگ فارس تاجیک استاد عبدالرحمن جامی کتاب را همچون فروغ صبح دانایی به قلم داده است. انسان میتواند با واسطه کتاب با ادبیات و فرهنگ، سیاست و اقتصادیات مملکت‌های دنیا آشنا گشته عالم را با طرز دیگر بیند. بکن زین کارخانه در کتب روی، خیال خویش را ده با کتاب کوی. ز دانایان بود این نکته معمول که دانش در کتب داناست در بود. انیس کنج تنهای کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. بود به مزد و مینت استاده، ز دانش بخشده هر دم گشاده. درونش همچو غنچه از ورق پر و حکمت هر ورق زان یک طبق دور.